لپ کلم همین بود آقای. حالا ما چی کاریم؟ گیران ما تو رو حلال کردیم، حلالیت رو چی کار کنیم؟ ارواح مردهاتو ما رو سنگ رو یخ نکنیم. بیخیال شد. جهنم بابا. پس حل دیگه. به قول یارو گفتنی خدا راضی بنده خدا راضی بره جلو آدم ناراضی. آقا دم شما گرم. آقایون بشینه. فری اشباز بیا و به جمع رفقا یه حالی بده. یعنی چیکار کنم؟ میگم که آقا قاسم یه خورده واضح تر بگید ما هم شیرفهم شیم. خیلی خوب، قرار ما باشه از مقصد مطهری که آقا فری میره تا مبدأ واموندهش تو باغچه. بشین. نه آقا جون، کل با گنده آخرش دستبوسیه. اختیار داری فری جون. دستبوسی چیه؟ خاک دست شما سرمه چشم همه برای بچه هاست. جیگر بیا وسط. سایز جیگر ما اونقدر هم که میگن نی. میخوای ما رو زیر رو کنی قاسم خان؟ ها؟ 3 تا سوری ببر، 2 تا مصری. هر کدوم رسیدن 3 به 1 تا بردی. حرفی هست؟ پایش 40 تا تک تومنی. تک تومنی شما با ما توفیر داره. درست بگونیم چقدر؟ 40 تا 1 میلیونی. رو کم کنیه؟ 2000 کیلومتر هم بیشتره. یکی باید حرف آخر رو بزنه دیگه. یا کفترهای تو یا کفترهای من. فری بلیتت برده عشقه. وایسا بابا، بویی که میاد بوی کباب میدادن خر داغ میکنن. فصل پریدن گذشته، چی داری میگی تو؟ هول نشو. خود دانی. پس خلاص این کاره نیستی داداش. پس ما رو به خیر و شما رو به سلامت. صبر کن آقا قاسم، صبر کن. سفیدای چش تابتای ایرونی قبوله؟ فصل که گذشته بود لوتی. تک بپره قبوله. خیالی نی. تک بپره. یا کفتره من یا کفتره شما. با این حساب 1 به 4 رو هستم. قبوله. راست خان با ما هستی یا نه؟ فری هوا سرده ها. آقا جون هستی یا نه؟ بابا نباشم کجا برم؟ ولی فری خیلی زیاده. 1 کلم آقا جون هستی یا نه؟ هستم بابا هستم. با نمکتر شو. آقا افشین معین طرفین اعلام کنه. معین طرفین آقا قاسم، داور وسط هم توافق. افشین خیلی خوب. 2 تومن واسه داور وسط، واسه 10 روز اقامت دائم تو باغچه. خیلی خوب، پس با این حساب آقا قاسم 160 تا، آقا فریدون آقا ناصر هم 80 تا. قبوله؟ آقا قبوله. قبول آقا. بفرمایید.
چه خبرته بابا افشین؟ مکه رو بار زدی و بردی؟ عیالواری با هم. خوش و حاله. بچه ها گفتیم یا نقب ما؟ آره آقا جون. یعنی اینقدر گیجین؟ گفتیم ما چه ساعتی میای؟ بله آقا جون گفتم. از چرا نیومدن کجا؟ اونا دیگه من سر در نمیارم، شما از کار اینو سر در میارید. مطمئنی همه چیزو بهشون گفتی؟ مثلا چی؟ مثلا ساعت پرواز، شماره پرواز. بیا آقا جون. بیا خودت ببین. صبر کن میرم. بله آقا جون. این شماره پرواز 495. تو چی گفتی؟ همونا. این گوشی تو بده من. بفهم. الو قربونت برم آقا جون. سلام آقا جون. تا نیومدی تو رو ارواح خاک مامان من و بچه ها از ته دل داغ. تا نیومدی چیه بابا؟ من الان فرودگاهم. خوش به سعادتت آقا جون. جده ای؟ جده کدومی بابا؟ من الان فرودگاه تهرانم. تهرون؟ آقا مهدی بدو ماشینا رو ببرین. زنگ بزن قصاب بیاد. رسیدن. بابا قرار بود شب بیاد که. آقا جون گفتی تهرونی؟ آره بابا. چرا نیومدین دنبالم؟ فریدون گفت با پرواز 945 ساعت 11 شب. فریدون گفت؟ من برو. فریدون غلط کرده. برو. به اون مکه‌ای که رفتم قسم میخورم اگر سر از کارت در بیارم بلایی سرت بیارم که فقط خدا بتونه کمکت کنه. حالا هی بتازم حالیت میکنم با کی طرفی. آقا جون حالا طوری نشده که الان آژانس میگیریم میریم. آقا جون بیا دوستا خیلی خوش اومدید. خاده واسه چی بردی ها؟ دست درد نکنه. یک به دست درد نکنه. این سلام علیکم. دمتون گرم بابا. خیلی حال دادی. قربونت برم. آقا جونت خطریه. نه بابا آقا جون خودت خیلی خطریه. چکر آجا. دست درد نکن. ای توف مال نکن. آقا ناقابله. دست درد نکن. چکرتی. آقا چی شد؟ چی شد؟ چیکار کردی؟ نشون بده قال قضیه رو بکن. برو دیگه. با حسین اومد. نه. گلم مال اینه؟ اون جدا این جدا دیگه. خیلی خوب. برو بشین. آقا فری. الان وسط بذارم. بفرما حالشو ببر. عجب جیگری داری آقا. نوکرتم. چیکو عجب هنری پیاده کردی یا. ببین فکو. خیلی خوب تیکه میکنه. بیا کن. بیا کپچرشون. چی؟ پیامک. نه آقا جون اون ایمیله آقا جون. خب والا هر چیه بیا. خاک تو سرتون که نمیدونید فرار کن چیه. بیا شاخ به شاخش کن. آقا جون من اونته ندارم. وایس. نه ای بابا نشد. بیا دیگه. ای بابا نشد دیگه. وایس بابا وایس. بده من این که بلد نیست. وایس ببینم وایس. چی شد؟ هیچی الان درستش میکنم. آقا پسر یه زحمتی میکشی اینو چیز میکنی این تو از این به این. منظورتون بلوتوث دیگه؟ آره عمو جون. بلدی؟ آره بابا بلد هولش نکن. منم همینم می‌خواستم بگم بلوتوث. آقا حجمش خیلی زیاده نمیشه. به حجمش کاری نداشته باش عمو جون. فقط این بریز تو این. آره قول. یواش. هول نشو. یواش. آها. محترا آبدن آبد این طرفه. ولش کن همین جونین ابو طیاره رو. خسته شدم. ای بابا تاری پیلوتو دارم میاد. آمدم. بیا خوبه؟ یالا
سلام. داری بره تو. چطوری تو دایی جون؟ سلام، بله تو. قربونت برم. سلام. آقا فریدون. چی؟ با بزرگ دوام شده؟ خبرها چه زود میرسه. خیلی مخلصیم زهرا خانم. ما بیشتر. خدا انشالله قسمت شما بکنه. جاتون خیلی خالی بود. وای آقا فریدون انقدر دلم براتون تنگ شده بود. جلو نه زهرا خانم. وای. خطرناکه. چرا خودت لوس میکنی؟ خطرناکه زهرا خانم. زهرا خانم جون. عشق میکنی حمید خان؟ نمیشه تو هم به خاطر داییدت که پارچه میزدی سر در خونه؟ ها؟ ماما تارا این نداره بتارم. اون زهرا نداد بزنی؟ ما که اصلا نمیدونستیم شما کی تشریف میارین. صبح میاین، شب میاین. ضمناً دایی جونم که میشناسی. گفتن اسراف نشه. اسراف میشه؟ چطور به قول خودش برای اینکه منو سر برا کنه این همه بریز و به پاش راه انداخت و ما رو از تهرون کشون مکه اسراف نشد. اما یه تیکه پارچه که میخواد بزنه اینجا اسراف میشه. آتاری من برم آقا جون میبینه. آقا جونم میبینی. آقا جون هست بابا. بیا دایی. بیا بشین اینجا واسه تعریف کنم کجا رفتم کجا اومدم. بشین دایی بشین. ماما برام مالیته. بری دیگه یه دقیقه بشین. زهرا خانم نگفتی واقعا یه تیکه پارچه اسرافه؟ خوب نیست پشت سر داییم اینطوری حرف میزنی. چشم. خدا اگه بخواد خوشگل پوسی یکیو بکنه بده دست دایی شما. آقا فریدون بابا مرده و زندم و آورد جلو چشم. از بسم الله 11 تا غلط میگیره. آخه بسم الله خودش 11 حرف داره. ماما تارا داری یاد بگیر. آوازو چی میده؟ وای. آقا جون گیر میده یعنی چی؟ 100 بار نگفتم لاتی حرف نزن بچه؟ آقا فریدون اینم انار که دوست داری. دست شما درد نکنه. ممنون. حمید جان دایی پاشو بیا. پاشو بیا دایی. پاشو بیا اینجا از مکه واسه دایی تعریف کنه. بیا بشین. بشین اینجا کجا گذاشتم اینه؟ آقا فریدون بذار بچه بره. فردا باید بره مدرسه. میره حالا خانم. این وروجک بعد از همین الان اعمال دینیشو یاد بگیره. بشین اینجا کجا گذاشتم اینه؟ آره. بفهم زهرا خانم. قابل شما رو نره. ان شاءالله که خوشتون بیاد. مبارکتون باشه. بابا ماما تارا تعریف کن. واسه مامان تعریف کنم اون همه اینا رو فوله. واسه کارمارای حجم اون به من یاد داده. از نماز شروع کن. از نماز شروع کنم دایی؟ نه بابا خیلی طولانی میشه. از نماز شروع کن. من روشم فرق میکنه دایی جون. من از حج شروع میکنم. ماما تو با من برم. میری بابا جون. بیا فعلا با یه حال کن. برم. دایی جون مدینه که حال خودشو داره. اما تو مکه حال و هوایی به دست میده که نگو. چقدر داری؟ چه حالی؟ یه حالت چجوری بگم؟ ولش کن. بیدم چه خودی؟ گیر نده دیگه چه حالی میگم ولش کن. یه حالی. ده نده بده. گیر نده که تو میگی بده. نه گیر نده که من میگم. گیر نده بده. آقا فریدون دستتون درد نکنه. خب بیا دایی جان بده من دیگه ولش کن. چیه ماما؟ آره ماما. به میاد؟ بله خیلی بهتون میاد. بعدش دیگه هیچی دایی جان. رفتیم مسجد جوفه اونجا محرم شدیم و گازشو گرفتیم رفتیم مکه. آقا فریدون مثل این که بازم درساتو خوب نخوندی ها. چطور؟ اشکال شد؟ بله اگه از مدینه رفتین تو مسجد شجره محرم شدین. ضمناً محرمه نه محرم. دایی تو دعالته. ایسته من برم. برو پاشو برو مغز ما رو خوردی. من برم. پاشو برو دیگه. یه ساعت داریم یه من برم. ماما من دارم برم. برو قربونت برم. دایی محترمتم دارم برم. خدا حافظ. مواظب خودت باش. دایی تنم میدم. ایوان آقایی.
زهرا خانم شاید اسم ما رو اشتباه بگم، اما همه کارا رو کاغذی که برام نوشتی مو به مو انجام دادم. اینها کجا گذاشتم؟ بفرما. اینا اروین بفرما. میخوای شما ارو نگاه کن من حفظ بگم؟ بفرمایید. بگم؟ بگو. از اونجا که من نگام به دایی شما بوده یا نگام به خدا، همش میترسم نکنه خدا نکنه اعمال ما به هم بریزه. خب هیچی دیگه. به خاطر همین تا رسیدیم مکه، میدونی که من یه مقدارم خجالتی هم گفتم از دست این حول موله خلاص شم، یه راست گازشو گرفتم رفتم خونه خدا. خدا قبول کنه به حق 5 تا. خدا قسمت شما بکنه. هیچی. رسیدیم مکه و رفتیم 7 دور طوافمون رو کردیم. 7 دور طواف رو کردیم و رفتیم وایسادیم پشت مقام ابراهیم 2 رکعت نماز 7 دور رو بخونیم. نماز طواف. نماز طواف هم خوندم و رفتم صفا. چی؟ صفا و مروه دیگه. ها خب. هیچی، از صفا شروع کردیم و به مروه هم ختمه به خیر شد. اون وقت چند بار؟ 7 تا نیم راه. نیم راه دیگه چیه؟ از صفا تا مروه نیم راه دیگه خانم. خیلی خوب. هیچی، مروه که رسیدم نوک موامو زدم و والسلام خلاص. خب بعدش چی شد؟ باستا ببینم. آقا فریدون. بله. چیزی رو فراموش نکردی؟ اختیار داری زهرا خانم، مگه ما این کاغذ رو یه لحظه از خودمون جدا میکردیم که چیزی یادمون بره؟ همه رو درست گفتی، ولی برای تکمیل اعمالت چیزی رو فراموش نکردی؟ مثلا چی؟ بابا طواف نساء و 2 رکعت نمازشو دیگه. اونو که البته میگن انجام دادن ندادنش توفیری نره. اما شما که انجام دادی. داری سختش میکنی یا زهرا خانم؟ چیو سختش میکنم؟ انجام دادی یا ندادی؟ گفتم که توفیر نره. میدونی چی کار کردی؟ آره. یعنی نه چی کار کردم؟ آقا فریدون، اگه طواف نساء رو انجام نداده باشی ما به هم حروم میشیم. ما چی میشی؟ تو رو خدا بگو داری شوخی میکنی. شوخی چیه بابا؟ آدم اگه با خدا هم شوخی میکنه؟ یعنی طواف به این مهمی رو انجام ندادی؟ حالا تقصیر دایی شماست. آخه مگه حواس واسه ما میذاره؟ ای داد و بیداد ای. حالا یعنی ما به هم حروم شدیم؟ کجا میری؟ میخوای چیکار کنی؟ ببخشیدا، تا تکلیف توفیر میکنه یا نمیکنه شما مشخص بشه ما به هم نامحرمیم. حالا چرا انقدر شلوغش میکنی؟ آقای خطیبی مثل اینکه نمیفهمی با زندگیمون داری چی کار میکنی. بیا بشین زهرا خانم. بیا بشین، طوری نشده که. یعنی چی؟ یعنی من توی خونه با شما تنها بمونم؟ پس بفرمایید چه گلی سرمون بگیری؟ من میرم خونه دایم تا تکلیفمون مشخص شه. وایسا بینم. کجا؟ آقای خطیبی برو کنار بذار من برم. اگه بنا به رفتن باشه خب من میرم. نه شما بمون بذار من برم. نه خیر، شما تشریف داشته باشین. آقا فریدون. بله. شما که میدونی هر کفتر چند تا پر داره، آخه چطور میشه همچین عمل مهمی رو فراموش کرده باشی؟ گفتم که زهرا خانم من یه چشم به خدا بود یه چشم به داییت. آقا فریدون خدا رو خوش نمیاد آدم کارهای مهم رو نکنه که برش کن. یه جوری حرف بزن ما هم بفهمیم. زهرا خانم
آقا ببخشید جانم بفرمایید. میشه این آقا افشین رو صداش کنید؟ تشریف بیارید داخل. قربون شما. باشه الان صداش می‌کنم. گوش میاد کافیه. سلام. حاج خانم آقا افشین کجاست؟ بفرمایید. بفرمایید. خسته نباشید. سلام علیکم. سلام علیکم. بریم آقا جون. خیلی شد فعلا جون. خب الحمدلله پس امشب بی خیال میشیم. چی رو بی خیال میشی؟ عفی بیا تو کارت دارم. الان نازنین. من کلی حرف زدم، قول دادم. مگه الکیه؟ بابا یه ذره مرام داشته باش، ما تازه رسیدیم ما. مرد حسابی. من به خاطر تو یه الف بچه 30 بار از مدینه 50 بار از مکه زنگ زدم. الان اون منتظره. خب پس بیا با هم بریم که ما خجالت نریم زیر قالی. قوم نازنین از صحرای بی آب و علف ریختن تو خونه ما. برو ما رو بی خیال شو. افشین جان ما قرار گذاشتیم با هم بریم، حالا میخوای منو تنها بفرستی؟ نه خیر. بفرما یه ایلو با خودت ببر. چیکار میکنی بابا؟ من از سفر نیومده باید یه طوری نازنین رو مخوشا بندازم تو پرخون تا بتونم لام از سفر فردا بیام تو باغچه. نیومده نمیگه کجا میری؟ حاج آقا عفی بیایید تو. بفرما. حاجی چه ربطی به عفی داره؟ هر چی دلش میخواد میگه. افشین جان اینجا باد صدات میبره برای نازنین خانم. یه دقیقه بیا. جون من یه دقیقه بیا. بیا اینجا. بیا من کارت دارم. چی کار میکنی؟ آقا یه دقیقه بیا. گورتو گم کن به کارت برس دیگه. بابا من دلواپسم. بچه چی؟ بچه چی میشه؟ 100 بار سوالت جواب دادم بازم داری غرغره میکنی؟ اگه بچه رو به من نداد چی؟ نترس بابا. قراره. تو میسلفی اونم بچه رو میده. تازه اونجوری هم که تو مخت حلاجی میکنی نیستا. بعد از زایمان نه تو نه اون. شکمرم صابون نمال. افشین میزنم تو فک تو. منو چه به این حرفا؟ با من ازش فقط یه بچه میخوام همین. حاج آقا بفرمایید تو، مهمونا منتظرن. بفرما حاج آقا. بفرما مهمونا منتظرن. سلام بفرما علیکم. تو. نه دیگه سلام علیکم. بفرمایید. نه دیگه مزاحم نمیشم. اومده بودم سر سلامتی بدم. با عزت. خدایا آخه قربونت ما رو چه به این حرفا؟ روزگار دیگه. آقا جون تو هم وقتی رو بردی یا دل مادر این سیر و سرکه میتوشون موقع تو این معرکه تو موقع دعوا را بندازی؟ بابا بله ببخشید خطیبی هستم. بفرمایید بالا. بله ببخشید در گیر داره، لطفا در رو هل بدید. بله نه خیر این دست بردار نی. بله آقا جون. کری یا کر شدی؟ کرم؟ چرا کرم؟ چرا گوشی رو بر نمیداری؟ دستم بند بود آقا جون. حالا بفرمایین امرتونو. این همه تو مکه ورجه ورجه میکردی همین بود؟ آقا جون این موقع شب از اون ور خط یاد مکه ما افتادی. پس طواف نسا نکردی؟ زهرا خانم به عرضتون رسوندن؟ آخه زهرا به جز من کیو داره؟
اگه دندون رو جیگر میذاشتن خودم میگفتم که یادم رفته. علیال میخواستم به جناب عالی بگم که تو بد وضعی افتادی. خیلی ممنون که یادآوری کردی آقا جون. خودم میدونم چه خاکی تو سرم شده. نفهمیدی؟ چرا بابا میدونم. آقای خطیبی آقا جون من الان یه قرار کاری دارم، اگه اشکالی نداره خودم یه ساعتی که به شما زنگ میزنم. از اون ساعت 30 ثانیه وقت به من بده. ببین بابا، هر کی طواف نسا نکنه نه تنها زنش بهش حروم میشه، بلکه اصلا زن نمیتونه بگیره. یعنی همه زنا بهش حروم میشن. باشه همه زنای عالم. چی؟ یعنی مرغ شدی بابا، مرغ. قط 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 قط. این از کجا در اومده؟ همون قانونی که زهرا رو برات عقد کرد، عقل کل. الو آقای خطیبی نیومدید بالا؟ افشین بیچارت میکن. اوه حمید، جانم آقا تو حق نداری بری پیش دیت. جانم نمیدونه آقا تو. چرا نداره؟ دایی بره تو ما دوست دارم ما غلط کرده اون دایی فریدونت، مردی که کف در باز. الهی من بمیرم واسه این داداشم که هر کاری بکنه ها باز بهش میگن کفتر باز. سمیه خانم، با صراحت، شرافت و با شجاعت کامل برای 100مین بار اعلام میکنم که این بچه را چون زهرا خانم و فریدون زحمتشو کشیدن مال جفتشون. دانشمند، نگفتم بچه مال اونا نیست. میگم حق نداره بره تو اون باغچه. از اون نظر ولی هم نداره. لامصب تو مکه هم کفتر بازی میکرد. اینا دیگه چه مرگشونه؟ پاشو پاشو. فریدون و کیه؟ کی اومدی تو؟ صبح اومدم. قربون شکرت برم، خیلی خوش اومدی. این وقت شب اینجا چیکار میکنی؟ بریم واسه تعریف میکنم. شام خوردی یا نه؟ شام نمیخورم بابا. بیا بریم ناز نکن. دیگه همین از ما برمیاد، یه شبم بعد بگذره به جایی بر نمیخوره. بگوینم چی شده. افشین بی خاصیت، بی مرام، بی اینقدر حیثیت. بی نگو، حوصله ندارم. بگویم چی شد آخرشو. حالیش میکنم. دعواتون شده؟ بذار فردا بیاد بهش میفهمونم که آقا فریدون سر کار گذاشتن یعنی چی. خب الحمدلله مثل کار داره به جایی باریک میکشه. بخو سرد میشه، ولش کن. بفهم. چی شد مهدی؟ بدبخت شدی در جون من شوخی نکن. چی شد تو رو خدا؟ دقیقاً بدبخت شدی. حاج آقا فرمودن همه ای زنن. ماده ای تبصره مبصره ای را در روی هیچی نگفت. یه سوال پرسیدم بابا جان، جوابش هم سخت نبود. بریم دیگه، بریم بابا بریم. مهدی از این بعد بچه‌ها نباید من بگن دایی فری، باید بگن خاله فری. اتفاقا خیلی هم بهت میاد. میشیم اینه ما بشین. ببین منو
اول اونجا قدم بزنی بیا ببین کله تله چشه گمون کنم مریضا. چی؟ بیا. کله طلایی چی شده؟ ببین منو بیا. ها تا رحمت اینجاست کفترها بدون مریضی بازنشست میشن خیالت راحت باشه. تو یه هیری بیری وقت گیر بردی همون رحمت. آدم از تخم در دوردم حالا واسه بندم در آوردی. چه کار میکنی حیوانا رو ذلیلشون کردی؟ بی کنار. باید خریدی میکنن فکر کنم فهمیدن چه کاری. چه کارم؟ سلام علیکم. سلام علیکم عمو رحمت. حال میکنید چطوری فری؟ بلکن گردنه بلکن فری. چطوری داری خفا بکنید فری؟ میخوام بکشمت فهمیدی؟ چرا زهرخانو بکن؟ اسم زهرخانو نرو دهنت چیتون. جون برگم من فری. جون آقا جون اسم آقاتون رو میزنم دیهن دهن اول آورده میکنم. خیلی خوب میگم. بگو بگو دیگه. قبیلم مردی که دیوونه شدی 100 دفعه بهت میگم بگوشی شده. بی‌مروت بیدین منو جلوی خدا گذاشتی اون موقع تیکتم در نمیاد. من غلط بکنم جون بچه‌ها مگه بدونم تو چی میگی؟ برو ببینم ابو رحمت جون بچه‌ها ببین چی شده. ببند اون فکر تو درد بلای اون بچه‌ام بخوره تو سرت. برو ببینیم بابا. نمیدونی چی میگم؟ اگه رو تو برم اونجا که به شیطون سنگ میزدن چی یاد من دادی؟ ها؟ مگه قرار نبود بین خودمون باشه؟ آخه مشتی با این کارت منو از زندگی انداختی. کی بهت گفت که این کارو یاد من بدی؟ بد کردم راه حل نشونه دادم بچه گیرت بیاد. تو که 2000 دینار سرت نمیشه. واسه چی ادعات میشه؟ ها؟ تو سرت میشه؟ من بدبخت رو بگو پا انداز شدم واسه رفاقت. افشین ببین من فقط میخوام بدونم کی بهت یاد داده. من کاری ندارم نمیخواد دهنی. من فقط یک کلمه میخوام ببینم کی این کارو یادت داده همین. من چه میدونم؟ اونجا که به شیطون سنگ میزنن یه بابایی یادم داد. زک پس قپی میومدی هی میگفتی آقا فریدون راه نجاتت شما نه این بود؟ بس دیگه گرفتی ما رو. میگی چی شده یا داد و بیداد رو بندازن؟ اگه گذاشت به اونجا برسه. آخه نفله کسی که طواف نسا نکنه همه زنای عالم بهش حروم میشن نه فقط زن خودش. فهمیدی حالیت شد؟ این دفعه سومشه که آزمایش میده. مثل اینکه باورش نمیشه. خانم معصومی یه لحظه. بازم مثبته. حالا دیگه باورت شد؟ سلام حسن جون. ضعیف شدی. سوال بکن. حالا آقا فری شاکر. سلام. میخوری میشش؟ آره دیگه. یه دقیقه صبر کن. خانم آقا فری بیش آقا میخوام برم. میتونم برم داخل؟ آشناس؟ بله. بفرمایید. هی بشکه نکن تو هم. ببین تو حرفم نپن. تانکری خریدی وگرنه این کی سالی دادم رفته. اوکی خدافظ. کیفه نه اول افنده. یاخ بابا یو
آقا جان ببین من که لنگی تون دوتا نیستم. نه بابا مال ما نیست. فهمیدی؟ باش کردی. بشین آجی. خب احوال؟ چاکریم. ببینم میگم آقا جون تو کج و کوله رو برد مکه آدمت کنه، بالاخره آدم شدی یا نه؟ نصفه شده. پس نصفه شدی. باید وقتی بچه بودی تو رو تربیت میکرد. اینجوری هم قاسم خان، ما تاش بچه خوبی هستیم. خب بله انصافا بچه خوبی هستی. خب این هم از سهم ما 160 ما. شما چی؟ من سند باغچه‌ام. سند باغچه قبوله. در و داغون چی؟ ناصر پولش نقده. حله. این چک. اما کنک منک نداریم ها. اصلا بیا بگذر. ما جمع رفقا نمیگیم فری عشق باز باخت. فصل زمستونه راه دوره ها. ضایع میشی نمیاد ها. ما حرف زدیم قاسم خان، رو حرفمون هم هستیم. کلک ملک هم توش نیست. خیلی خوب. اصلی شاگردتو بفرست با پاسپورت و سند باغچه. بیزینس و شوخی نگیری بهتره. بله. بچه فیلمو بذاریم. مثل قبلا فیلمو دیدین ها؟ دوستان سرمایه گذار دوباره ببینن بد نیست ها؟ هر جوری شما طالبین. خیلی خوب فیلمو ببینیم. بیا بگی. خوبه اینجوری خوبه. خیلی مخلصی. خیلی چاکر. برو باشه. پروندی حاجی ها. فرید موضوع پول نیست. موضوع این جماعت بیخیال هم که منتظرم ما ظاهر بشیم و هر جا ما رو دیدن هر به ما بخندن. خب بخندن. خنده واسه شما زور داره، ولی پول واسه ما همه چیز آقا جون. از کن بابا تو هم. از اون موقع که اومدی یه نکناله پولو میکنی. بیا 20 تاست. قرارمون 40 تا بود. 20 تا بیشتر جور نشد. اهل چونه نبودی. درسالی مگه نگفتی پول مول واسه ما خیالی نی؟ بابا دستم خالیه. اینو بفهم تو فری. ببین ناصر خان، من حال و حوصله درست حسابی ندارم. اگه قرار باشه دبه کنی به خدا همین امروز میرم پیش قاسم خان میگم غلط کردم و دستشو میبوسم و تموم. حالا خود دانی. تهدید میکنی؟ تهدید چی؟ خیلی بیچشم رویی. بیا بالا بابا. بیا. چقدر؟ 10 تا. نداداش مثل که تو زدی. واسه چیه؟ ای 10 تا. میگم اگه نبردیم چی؟ خب نصف باختیم. 40 تا شما 40 تا اما. خیالیه. به گور تو اون کفترات بیاد. بیابونه امنه. اتفاقا پر از شاهین و قرقیه. دعا کن. اگه عقاب و قرقی نزنه نفس کم نمیاره. کی میاد؟ نمیدونم. 10 روز دیگه. فری به روح پدرم اگه ببازیم تا آخر اون نمیبخشم. همین منه بیا بابا یه استار. من نمیدونم بال میدن خلا میدنم. آقا جون خداحافظ. بابا کجا داری میری؟ صبر کن یه استارت این ماشین. آقا جون من به خدا دیرم شده. واسه مهدی بیاد درستش میکنه دیگه. سلام. سلام سمیه جون. چطوری؟ کجا بود؟ قربونت برم بابا. مبارک باشه خدا رو الهی قربونت برم سمت نه به خدا خدای شکرت خدای 100,000 مرتبه شکرت باور نمی‌کنم. آقا جون چیه بابا؟ آقا جون زهر حامل است به خدا حامل است. الهی شکر. قربونت برم بیا بریم 1000 مرتبه شکرت خدا. سمیه
بله آقا جون. مبادا به شوهرت تلفن بزنی. چشم. شما هم خانم همینطور. بله آقا جون. باید حساب این فریدون رو برسن. سمیه بله آقا جون. مگه قرار نبود بری مدرسه؟ خب میرم حالا. میرم نداره. یالا تو برو، من خودم در خدمت زهرا خانم هستم. چشم. بریم. حمید. شما بغل نکن، شما بغلش نکن. حمید جان. بله مامان. ببین قربون پسرم برم آقا. چی تو خبره؟ حمید جان برو به داییت بگو خدا بچه ای رو که مامان زهرا میخواست بهش داد. چه مامان؟ میگم برو به داییت بگو خدا بچه ای رو که مامان زهرا میخواست بهش داد. مامان تو منه بچه تو نیستم. چرا قربونت برم تو هستی یکی دیگه. بچه دارید بیارم میخوان. بچه سر راهی چیه مادر جان؟ بچه خدا بهشون بچه داده. برادر بودی؟ پرورشگاه چیه مامان جان؟ تو هم عین داییت قربونش برم جن میزنی ها. ببین یعنی این که مامان زهرا حامله است. حامله است یعنی بچه تو شکمش داره. بچه آره چیزشه مواظب باش حمید. ای بابا چه خبره؟ چیه بابا چیه؟ واسه جیغ میزنین آخه؟ دلش کن اینا رو گفتون شد یا نه؟ تا قرون آخرش اینا چرا اینجوری میکنن همون رو اینا نامحرم ببینن اینجوری میشن. نه بابا به تو گفتن؟ لازم میدیگن حیا میکنن قیافش رو کن. بگی اینا رو بریز به حساب. این دارو ندارن ها. میگیرم بابا میگیرم. ندارن ها. واسه اینقدر قدم میزنی تو حالا؟ مثل همون چیزی که خودت میدونی. نه بابا تو هم فکر میکنی باید قدم بزنی؟ من موقعی که فکر نمی کنم قدم میزنم. ببین افشین پس قربونت همینجوری که فکر نمی کنی و قدم میزنی چشت به آسمون باشه. من برم برای حیوونا دارو بگیرم بیام. داشتم فکر میکردم. دیگه نگاه کردم به آسمون که فکر نمیخواد. در ثانی اگه من بدبخت فکر داشتم که عقلمو نمیدم دستای همچین گرفتاری سرم بیاد. چیه؟ میترسی؟ بعد چیزی زجمونه میکنه. چی شد دایی جان؟ پاشو بینم. اینجا چی کار میکنی حمید؟ دایی 100 بار نگفتم با این دوچرخت نری تو این خیابونای شلوغ پلوغ. هم میزنی خودتو میکشی هم ما رو بیچاره میکنی. نگفتم؟ دارم چی یه دقیقه وقت بده دایی جان. داشتی میرفتی زیر ماشین. موتی خدا. خب ماشین نبود شانس آوردی. اگه بود که ترکیده بودی. برو تو دست و بالتو بشوی تا من بیام. برو. بوتلو مشتلق چی؟ مگه ننت زایده؟ نه بابا سر عقل اومده؟ نه پس چی؟ غریب اومده رو بوم؟ نه اینجا نیست. اینجا مهمه. چی مهمه؟ برو اونور بینم. برو اونور. چه مرگشه این؟ چیه دایی؟ باز میخوای منو سرکیسه کنی آره؟ نقشه کشیدی؟ دایی بابا من پول میده من برم. پولت چی بدم؟ بگو دیگه دایی بگو. اما پول میده 100 به جون دایی فریدون اگه بخوای منو سر کار بذاری همچین میزنم تو سرت که کله دود بلند شه. همون برو حالا یه استارت بزن. برو بینم. تو دنده است. تو داخلم چی کار کنم؟
خلاص میکنم بعد استارت میزنم. بیا بگو ببینم چی میگی. آره و چقدر؟ 10,000 تومن. چه خبره 10,000 تومن؟ خبر شفای آقا جونت هم میبردی 10,000 تومن نمیارزید. بیا بگو ببینم. مامان تعالی مامان زهرا چی شده؟ نه تا بابا نه تا. میگم مامان زهرا چی شده؟ حمید مامان زهرا چی شده؟ مامان تعالی آمره. بده من بابا حقه باز. حامله است. با خدا خامنه. کی گفت حامله است؟ تو خود مامان تعالی خامنه بچه داره. این تنبه میره. با خدا گفت. همین تو رو خدا من سر کار نذاری نه ها. با خدا. دایی فدا چی؟ قربونت برم دایی جان. بیا ببینم دایی. دست درد نکنه دایی. بیا. کسی که عاشق نباشه تنها میاد تنها سلام برش زهرا خانم جون خیلی مخلصیم. گل کاشتی به خدا. قربونت برم. زهرا خانم خوش خبر باشی. زهرا خانم داری استراحت میکنی؟ خوب استراحت کن. فقط بگو راسته یا نه. زهرا خانم خوابی؟ کجایی به؟ ای بابا بیداد. سلام آقا جون. با زهرا خانم کار دارم. والا زهرا خانم آب شده رفته تو زمین. خودت آبشی بری تو زمین. ببین اگه زنتو میخوای، البته با بچم دیگه. اگه زنتو میخوای با بچه باید دست به دامن خدا بشی. اگر نه حالا ها ول معطلی. خب آقا جون زهرا کجاست؟ زهرا خانم جاش امنه. تو برو فکر خودت باش. الو آقا جون. ای داده بیداد. زهرا خانم انگاری هم خدا رو از دست دادیم، هم شما رو هم بچه رو. چه گله بگیریم تو سرم. کجا داری میری؟ من برم آبری تو من. نه خیر خودم میرم. من خودم برم. که؟ منم آجا. سلام آقا جون. خیلی نوکرتم. فرمایش. اومدم زهرا خانم رو ببینم. حالشون خوبه؟ خب بذاریم بیام تو. ابدا. این حرفا چی آقا جون؟ زهرا زن منه. بود؟ هر وقت رفتی کارتو درست کردی میتونی بیای دست زنتو بگیری بری. پس حداقل بذارین از دور ببینمش. آقا جون یعنی زن منو بازداشت خونگی کردی؟ ایشون آزاد هستن اما زن شما نیست. حالا که اینجوریه منم میدونم چیکار کنم. آقا جون اگه میخوای منو بچزونی خیالی نی، ولی هوای اون زن باردار رو داشته باشید. شما نگران نباش، سمیه هستش. زد زیاد. دایی جون گناه داره. چیه گناه داره؟ من این درختو کاشتم، کج در اومده، خودم درستش میکنم. تو هم یه خورده دندون سر جیگر بذار، حرف منو گوش کن. چشم دایی جون.
ضمناً تو هم اینجا باید نسا. هوا سرد، سرما میخوری. تو هم امانتی. برو تو. بله. ای بابا. عمو رحمت بیا این چیزی میبینی؟ آره ابر خوبی دیده میشه. نه بابا خسته نباشی. هیچی قابمون زایید، کارتون خواب شدیم رفت. ناامید نشو فری جون، از لطف خدا ناامید نشو. تو دیگه این حرفا نزن میزنم تو دهنت ها. بشین بابا. از لطف خدا ناامید نشو. سلام آقا فری. چکر آفری. و اکبر آقا چشماره پوره. از طرف آقا قاسم برات یه پیغام آوردم. بفرما. آقا قاسم گفت جمعه روز آخره، همگی میان باغچه. از تمدید ممدید چیزی نگفت؟ چرا اتفاقا گفت تمدید زمان غیر ممکنه. دستش در نکنه. در ضمن گفت سندهای شما هم حاضره، تو معذرخونه است، باید تلیف ترتیبش داده میشه. ایول نظم کاری. میگم بیچاره این کفترها که به زودی آواره میشن. نه بابا. آقا فری دیگه چیه؟ میگم آقا بذار من میگم. آفری خیالت راحت باشه، این کفترها اگه بیخونه شدن من و اکبر آقا هواشونو داریم. آره شیم بابا رو درازی نکن. تو و اکبر همین که جوجه ها رو مرغ کنیم بفروشین واسه 7 پشتتون بسه. حالا خبرتون رو دادین؟ خوش کردی. بریم بابا خیت کردی. بریم. بعد کردی فری جون. بعد آیه یه هست نخونه همون رحمت. گور پدر قاسم و ناصر در بداخونم کردن. همشون فدای سر بچه هم. اگه چیزی واسهتون فدا کن. اونم درست. ولی رو اعصاب من نرو. بابا نوکرتی. بابا نوکرتی. بالا نگم این چیز دیار نیست. الو. بیتی. یا مغازه. خب تو بیا باغچه. مغازه بسته میمونه، خوبیت نداره. خیلی خوب. کاری نداری؟ باشو بگیرم. خداحافظ. سلام علیکم. بابا ترسیدیم. 10 بار سلام کردیم. سلام علیکم. چی کاره این ما؟ حل شد بابا، حل شد. جان من نوکرتم. خب بگو ببینم. آره دیگه پرسیدم، گفتن که خودت باید بری اونجا یه فرم پر کنی. برای اعمالت هم نایب. نایب؟ یعنی؟ آها. یعنی یه بابای اونجا به جای من اعمال انجام بده. میشه؟ آره میشه. یعنی یه نفر تو مکه به جای شما طواف میکنه و سلام. که خیلی باحاله که مهدی. دستت درد نکنه بابا، دمت گرم. قربونت. بالاخره یه جا به کار اومدی. فقط یه مسئله هست. دیگه چیه؟ گفتن اگر تمکن مالی داشته باشه باید خودش بده. چی؟ تمکن نه محمدی؟ تمکن یعنی مایه داشته باشه. باشه من این مایه داشتم که خودم خراب نمی‌کردم سر آقا جونم. خود اگه میخوای نایب بگیری رضایت زهرا خانم هم باید بگیری، چون این کارا رو داری به خاطر اون انجام میدی. پس باش مشورت کن. با کی مشورت کنم؟ مگه ندیدی آقا جون مثل سهولتگیر وایسادم اونجا؟ مشورت کن. نترس، منم همراهت میام. نه بابا، یعنی تو الان عزیز بابا شدی؟ فعلا بله. کوتاهش کنیم بابا. زهرا خانم مهدی رفته همه کارا رو درست کرده. آقا فریدون جونم. حق من این نبود. من که گذشت کردم، اما واقعا درست میشه؟ آره که درست میشه، قربون خودت و بچت برم. درست میشه. اما من فکر میکنم شما در حق من کم لطفی کردی. من غلط بکنم به جون حمید که میخوام دنیاش نباشم. به جون حمید و قسم نخور. چشم. بله. بله و بلا. باباش برو رد کار داریم با زنمون حرف میزنیم ما. شما خودتو ناراحت نکن و الله به آقا جون میگم.
زهرا خانم ما کوچیکتیم به علی. شما بزرگ مایی، اما رسم رفاقتی نبود. ای رو تو برم تو این آبجه مدرسه تو چی میکشه میتی؟ ما یه غلطی کردیم، خدا هم که روح ما رو کم کرد. شما هم انقدر گیر نده دیگه زهرا خانم، میدونی که ما اسیرتیم. خندید مهدی. کوتاش کنین دیگه. مهدی بنال الان بلند میشه میاد کاسه کوزه عشق و مشق و همه رو میریزه به هم. چشم آقا جون، چشم. حالا دیگه خدمت رو عرض کنم که زهرا خانم آقا فریدون قبول کردن که نایب بگیرن. نه. پس شما عازم نمیشی؟ کجا؟ عازم مکه دیگه ایشالله. نه دیگه قرار شد نایب بگیریم. آقا مهدی به من گفتن که شما خودتون شخصا میخواین برین دست به دعا بشین التماس کنین که خدا ببخشتتون. زهرا خانم نایب گرفتن و رفتن که با هم توفیر نهره. شما چقدر سخت میگیری؟ تو یه چیزی بگو مهدی. البته حضور تو اون مکان معنوی واسه شما بهتره. بس که ما تو رو آوردیم طرف ما رو بگیری ها. میشه اون آخه این بچه طفل معصوم همینجوری ول کنیم بریم دیار غربت؟ شما نگران بچه نباش، من قول میدم مواظبش باشم. آره خب حالا که اینجوریه من همین فردا میرم ثبت نام میکنم، زودی میرم و میام. ها خنده داره؟ آقا یه دقیقه وایسین. چی شده؟ دیگه چی میخواستیم بشه؟ با این حرفایی که شما زدیم و خونه خراب شدیم رفت. چرا عزیز من؟ شما حالا وقت داری. ایشالا زودتر از اینا مشرف میشی. ایشالا 15-16 سال دیگه نه؟ اگه خدا قسمت کنه. تازه اگه خدا قسمت کنه. حاجی جون قربونت نمیشه ما یه کمی زودتر بریم؟ اینایی که من به تو گفتم همه روالشه. خب خارج از روالش چیه؟ اینی هم که خدمتون عرض میکنم خارج از روال نیست، طبق قانونه. خب بفرمایید من سراپا گوشم، قانونش چیه؟ به امید خدا اگه صبر بکنی آیین‌نامه‌های نقل و انتقالات اسناد حج. حاج جان قربونت من یه ذره خنگم، میشه اینایی که میگیم بنویسی برای من؟ چشم اونا رو هم واسه همه رو می‌نویسم. ان شاءالله که میشه. دستت درد نکنه. دایی جون من تو خونه شما بزرگ شدم، شما همیشه از من حمایت کردین. وظیفه‌مو انجام دادم بابا، وظیفه‌مو انجام دادم. میدونم به خاطر من دارین میگین، اما بیاین یه ذره کمتر سخت بگیریم. بذارین فریدون با یه نایب گرفتن تمومش کنه. چیز بدی گفتم؟ نه بذار کارمو خودم انجام بدم. چشم. سلام سلام آقا جون. سلام بابا. سلام زهرا خانم. سلام. اینا همش از مال حلال تهیه شده. سمیه هرچی مال فریدونه بریز دور. نمیخوام نوام مالشو به دار بخوره. دیگه چه خبر؟ حالا یه چیز زنگ زد دست پا دراستر برگشت. حسابی حالشو جا بیار. آقا جون یه طورم نشه که ما یه طرف بشینیم و فریدون و خدام یه طرف. قصه فریدونو نخور. آقا مهدی حواست باشه، داداشم رو اذیت کنی با من طرفی، گفته باشم. بله داداش. خانم دستور از مقامات بالا، شما باید تابع دستورات باشین. اونو ولش کن، فریدونو بشست.
نازنین اینقدر دلم واسه بچه ها تنگ شده. سوغاتی همونجا چیزی بگی، اینجا جنسش همه بونجله. این سر صدا نه چیزی الان تو جلسه هم نازنین مامده که صورت بگیره. چیه بابا؟ میام سری میام. بابا این صدا رو یه کاریش بکن دیگه. چیکارش کنم؟ با شغالش بده روشن شه. آره سری سر صدا نه بس ببینم تو چیکار ما زاوراش نکن افشین. رحمت بابا خفه شو دیگه. خودت چه خفه شو بخونه؟ نه این صدای کمپرسور دستگاه بود. آره گفتم خاموشش کنن. سوغاتی رو همونجا بگیر دیگه بابا، چیزی نیست اینجا. تو روزا بی هنر زن زدید علافه. ای کلک، نمیخوای با آقا فریدون حرف بزنی؟ باشه، باری کلا به این همه نجابت. زهرا خانم من قبول دارم که ما به هم نامحرمیم، اما تو رو خدا یه قرار بذار ما این بچه رو ببینیم. دلم لک زده واسه بچه. ببین اگه قرارم گذاشتی یه کاری کن آقا جون نفهمه ها، پوست منو میکنه. خب آخه مگه من غیر تو کیو دارم؟ به خدا اینا رو از ته دلم میگم. بیا جلو در ببین واسه بچه چی گرفتم. داری منو دیده ننامم تمام کن. نفر تو گوشی رو برداشتی؟ داری دیدم ننامم حقی خطه. مامان زهرا کجاست؟ مامان تنان همه داده. وای عجب سریشی. پسر بچه‌ای به نام امین پیدا شده. از والدین وی تقاضا می شود به دفتر امامزاده مراجعه نمایند. حاج آقا خطیبی لطفاً به دفتر امامزاده مراجعه بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل میگم عجب دنیاییه. باز اومدیم سر خونه اول. یادت همینجا بهت گفتم اون غلامتم؟ زهرا خانم حرف زدن با ما هم حرومه یا اینکه شما با ما قهری؟ هیچ کدوم. پس چی؟ یعنی ما آدم نیستیم؟ یوا اختیار داری. زهرا خانم رفتن یعنی نابودی، یعنی هلاکت. تو رو خدا رضایت بده یه نایب بگیرم قال قضیه کنده بشه بره. من تهران گیرم. به خدا من به دایی جون گفتم قبول نکرد. آقا فریدون تو رو خدا یکم به خودت بیا، دست از این کارات بردار. تو رو این امامزاده قسم اون پلایی که مفتی میخوای در بیاری و بذار کنار. بچسب به زندگی. من و این بچه نون حلال میخوایم، همین. به خدا نون خالی بخوریم بهتر از اینه که با اون پولا بوقلمون بخوریم. آخه آینده شما و این بچه چی میشه زهرا خانم؟ ببین شما نمیخواد نگران آینده بچت باشی. پدر بزرگیش مثل شیر بالا سرش وایساده. فعلا که مثل شیر بالا سر ما وایسادی آقا جون. میذاری دو کلم اختلاط کنیم؟ نوچ چی آقا جون؟ زنمه دارم باش حرف میزنم. زنت بود دیگه نیست. حاج آقا خب میری یا بدم بیرونت کنم؟ زهرا خب با زهرا بیا بریم.
زنم خدایا جون مادرت جون بچت ما را این وضعیت نجات بده. به هم بچه دادی؟ دستت درد نکنه، من مخلصم، اما حضرت عباسی یه کاری نکنه که زندگیم دود شه بره هوا. میدونی که چی رو میگم؟ آره من نوکرت، آره قربون. آخه اینم شد زندگی. آدم زن خودش هم باید قایمکی بره ببینه. ببین داداش، خود کرده را تدبیر نیست. حالا چیکار کردی؟ بفرما. همش این توه. فیش میخواد. خب چه خب فیشم کجا بوده؟ والا تو خنگی رو دست ندادی. که چی؟ فیشو باید خرید فری جون. اینی که من میگم بی خود تو اونا نگرد. اگه این کاره بودی پیدا میکردی. مهدی تیکه نیا، ما چی کاره ایم؟ فیش میخواد. حاج آقا نگران نباشین، من فیشتون پیدا بکنم میام خدمتتون، مشکلتون حل میشه. خیلی ممنون. میفرمایید. پزشکی، ورثه‌ای، انصرافی، هر کدوم رو شما بخواید. شما چی سلام میدونید؟ قیمتشو در جریانیم؟ نه خیر قربان. از 6.5 به بالا. میلیون؟ بله تومن. چه بوزی آوردیم ما. آدرس بدم خدمتتون؟ بله لطف میکنین. چونمونه بزنم که خیالی نیاد. نه. رضایت طرفین برای ما مهمه. ما فقط کارشو انجام میدیم. خسته نباشید. بله. لطف میکنین. آقای راستی؟ بفرمایید. آقای راستی؟ بفرمایید تو. بفرمایید. بابا بزرگ مهمون داریم. کیه؟ سلام علیکم. سلام علیکم. خسته نباشید. قربون شما. واسه فیش حج خدمت رسیدم. بابا بزرگ شما دخالت نکن. ارواح آقام. بابا بزرگ دست بردار، من نوکرتم، خودم کولت میکنم. زبون به کام میگیری یا نه؟ در این مورد نخیر. آقا ببخشید، بابا بزرگم فیشونو نمیفروشن. بذار ببینم چیکار میکنم بچه. شما به خودت فشار نیار بابا بزرگ. با من به جون یه دونه پسرت که عاشقش بودی یه جوری میارمت که آب تو دلت تکون نخوره. آخه عزیز من، جان من، عمر من با این مریضی که دارم تا 1 سال دیگه میمونم. اگه کپی شناسنامه داری بگی جلوی آیفون. این که المثناست. خیلی خوب. مبلغ پیشو میدونی؟ شما حساب یادداشت کن. 33756. برو برید به حساب بیا اینجا. به سلامت. سلام علیکم. بله؟ قربان خطیبی هستم، برای خرید فیش حج اومدم. چند قدم برو عقب‌تر. جونم؟ برو عقب‌تر گفتم. تو با این قیافه میخوای بری حج؟ یه قدم یه پایین. منتظر بمون. حرکت نکن. فوش نده.
اینا همه از مال حلال جمع شده. اروا عمه خودت. آقا جون زیادی داری مال فیشا میکنه یا؟ فیش حج میفروشی یا نه؟ چند تا فیش میخوای؟ یه دونه. کپی شناسنامه‌ت آوردی؟ بله. بفرما. کجایی؟ بفرما. خب 10 میلیون برو بریز به این حساب که بهت میگم. جای چونه مونه نره؟ نه خیر قربان، مقطوعه. ایول کاسبی. کمرای میریزم رحمت. مال تو نیست، با کارت کن. یه چایی هم واسه ما بریز، ناسلامتی ما داوری ما. داوری که باش. اصلا من و تو این سن و سال چای نخوریم بهتره، واسه مزاجمون خوب نیست. حالی چون داوریم. بفهم. خدا کنه بیاد عمو رحمت. والا وای به حالمون. اگه رحمت دعا کنه حتما میاد. البته جنازش. نفوس بعد نزن بی بوته. چی میگی رحمت؟ من 20 سال داورم. تا حالا یه همچین خریتی از کسی ندیدم. آقایون، من به عنوان داور این گرو تا غروب آفتاب وقت میذارم. به خاطر سنگینی قرارداد طبق توافق قاسم خان و آقا فریدون گرو بی مهمونی و بی سر و صدا انجام میشه. از زمان پرتاب برگشت 10 روز بوده که طبق نظر من تا غروب آفتاب 10 روز تمومه. درسته آقا فریدون؟ بله. بفرمی قربان. نوش جان. قاسم خان بفرمی. وریش باز جونه. بساتی ردیف کردی ها. ناقابل قاسم خان. نوش جون. عمو رحمت پاک افتادی تو زحمت، رنگ منگی شده بابا. شما قصه نخور آقا، سمی رنگا پاک میشه. بریم. عمو رحمت هم بله با آدم تیکه میندازه. بله عمو رحمت حرف حساب زیاد میزنه، اما کو گوش شنوا. عمو رحمت این کارا واسه کفتر کار نمیشه، جنازش هم برسه قبوله. شما بشین و اینوری تماشا کن آقا قاسم. ما که این همه صبر کردیم، اینوری رو هم تماشا میکنیم. اینم روش 9 روز خون به دلم. این بی پدر میاد یا نه؟ بشین بابا، بشین دندون رو جگر بذار دیگه. بشین بابا. فری چند ساعت دیگه بیشتر نمونده. آقا جون میگه چیکار کنم؟ برم بالا برقصم بگم بنده رو عفو فرمایید؟ میاد دیگه بابا، میاد فری جون، اما تو شکم قرقی. بیچارم کردی فری. من تو در به داغون ترم، پس بیا رو اعصاب هم نریم. با تناب تو رفتم تو چاه. 40 میلیون من صدا تو بابا بابا. مگه من گفتم به شریک شو؟ تو که اصلا نمیدونی عشق و عشق بازی چیه، واسه چی خودت قاطی کردی؟ تو مثل این که اصلا حالیت نیست نبنگ. عشق باز کدومه؟ ناصر برو بشین رو صندلی، صدات هم درن. من اعصاب ندارم ها. برو. به هم میرسیم شریک.
سلام. سلام دایی جون. تو واسه چی اومدی اینجا؟ باید اجازه میگرفتی؟ نه بابا بهت بر نخوره مهدی جان. من به خاطر حمید اومدم فرید جون. مزاحم تو نمیشه. ببین مهدی. میدونم بابا جون میدونم. اجازه خونه دست خودت نیست. خداحافظ. وایسا بابا وایسا ببین چی دارم میگم. مهدی. این همه ما تیکه بنداز. بیا دایی بیا. بابا حمید آقا میگم فری جون کفتر اومد تبرکه ای توق گذاشت بده بچه خواهرت بخوره بلکه این زبونش باشه. واسه بچه ما لقمه نگی قاسم خان. دور و برت گدا گشنه زیاده. آقا فری فضله کفتر داریم ها. همون رحمت اگر پیر نبودی یه دونه بهت می‌زدم بری بالا با برف سال دیگه بیای پایین. بشین بابا بادم جون دور قبچی. تو این سن سال خجالت داری این حرفا. بس دیگه آقا رحمت. از شما بعید اکبر آقا. بابا اکبر کوتا بیا. نوبت گریه دوستانم میرسه. بوی سوزش که داره میاد. بیا هستش هم داره. من دایی میشه بپسیم بدی؟ بله. آقا جون اینم خراب کردین دست شما درد نکنه. بابا خراب بود دیگه اومدم درستش کنم خرابترش کردم. بله. مهدی تو که ادعای مهندسیت میشه کجا خودتو قایم کردی؟ این شوهرت کجا رفته؟ رفته در زندونو ببنده تا به قول شما این بچه این دایش نشه. در گلخونه بسن انقدر معطلی داره؟ مهدی 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 ما رو باش گوشت رو دادیم دست گربه. خب میگم هوا داره تاریک میشه بهتره بریم به کارمون برسیم. بشین شما بشین. قاسم آقا دیر نکرده که هنوز میرسه. بی خیال آقا ناصر نمیرسه. بابا هنوز که شب نشده که. خب بزنیم بریم شب دیگه. فریش باز همه کفترات خریدم 100 تا هزاری. فروشنده این قاسم خان ما باخته ولی من تا صبح وقت میخوام. تا فردا صبح؟ پس شما با این آقا ناصر پرمدعا قبول دارین که باختین. حله؟ آقا افشین حواست هست؟ اما به عشق کفتراته که تا صبح وقت میکنه. بسته به رضایت شماست. ببین فری جون ما هم سرمون میشه شما چه حالی داریم بالاخره ما هم کفتر بازیم ما. اما خب شب و وقت خواستم واسه کفتری که تو شب کوره همچی توقع بیخاصیتی. ما به وقت مرده شما احترام میذاریم و میگیم چشم. آقا افشین اینجاست حرف اون حجته. اگه اومد شما برد پس با کفترات خداحافظ. خیرت قبول. خب ما رفتیم بچه بریم. افشین حواست هست که؟ حواسم جمعه. آقا با چی نشستی شما؟ باشو بینم. تو دیوونه خودتو مسخره این جماعت کردی. وقتی سفیده چشتا به تا ایرون رو میفرستم یه ثانیه هم میارزه. به خدا دیوونه ای.
منم دلم تنگ شده. آره چشم به هم بذاری یا با هواپیما رسیدم. بیای فرودگاه؟ نه اونجا نه. میدونی که همیشه هواپیما تأخیر داره. خیالت راحت باشه وقتی رسیدم یه زنگ بهت حتما. برو اون ورتر چاخان کن، جاده رو بیریخ کردی. برو اون ور بینمه. چی میگی تو؟ زنمه. صحبت خانوادگیه. تو خانواده داری اوزادینه؟ هیچی، یه مسافر بی تربیته. آره باش رسیدم بهت زنگ میدم. بخوری این شرط میشه. عمو رحمت به ولای علی واسه پولش نی. به ولای علی، به ولای یه علی. 100 بار یه کلمه رو تکرار نکن دیگه. تهشو بگو ببینم چی میخوای بگی. به علی اگه بیاد همه چی رو میبوسم میذارم کنار. تو به یه گرگ. آره این پولم بد کوفتی ها. تو هم یه چیزی از خدا بخوای که بشاخه. بعد جور حیرونم عمو رحمت. همه چی رو پیچوندم تو هم. بیگدار به آب زدم. جون فری انقدر خودتو مهم نکن که آبروی هر چی آدم حسابیه بردی. خدا اگه فقط مال آدم حسابی است که من و تو ول معطلیم که. شما آره ولی من قاطی خودتون نکنید. بفرما همین یکی رو کم داشتیم. ای بابا بوز آوردیم. به خدا بهت رو کرده فری جون. برقا رفت. کور که نیستم دیدم خودم. ببین حوصله ندارم. خوابیدی 2 لیتر نفت میریزم رود، یه کبریت میکشم زیرت آتیشت میزنم ها. اینو ولش کنم رحمت. میگم رحمت جون اگه اومد یه وقت با هول منو بیدار نکنی ها. مثلا تیتیش مامانیه یه وقت بوم میترکه. بهش بگو بی حیا بی خاصیت. انقدر بیبی نکن. پاشو بریم فانوسا رو روشن کنیم. فری جون دلت خوشا کجا بریم؟ پاشو بابا تا تاش بریم دیگه. پاشو بیا. بیا دایی. خوبه. آره ببر بذار اونجا. احتیاط کن. جونم سالار. خودشه.
یواش قفس خراب نکن. اشرم خداحافظ شما. احتیاط کن احتیاط کن نترسن. خداحافظ شما. باید تو سینش خیلی حرف واسه گفتن باشه. عمو رحمت بیشین تو مغازه تا برگردم. تو مغازه خالی؟ این مغازه خالیه مشتی؟ نه پر پرنده است. نگاه کن. پس این چیه؟ نگاش کن. مثل چشت مراقبش باش تا برگردم. از همین یک هفتر؟ بله برکت مغازه است. ایشالله وقتی از سفر برگشتم میریم سراغ یه کار دیگه. کار ما تا حالا کار نبود. کار شما کار بود، بار ما بار نبود. سلام آقا جان. سلام. سلام آقا جان. کی تو را اینجا را داده؟ حمید حاج آقا. با نقارم. نه دایی جان میگم اینی در رو وا کردی دیگه دایی. خیلی خوب کارتو بگو زودترم را بیافت. برو. آقا جون هیچ وقت گذاشتی ما 2 کلمه حرف بزنیم؟ 5 ثانیه. اومدم حلالیت بطلبم شد 3 ثانیه. از کی؟ از همه. اگه با مال پاک بری من حلالت میکنم. منم دایی. قربون تو برم دایی جون. زهرا خانم کجاست؟ خدا پشت پناهت. حلالمون کن زهرا خانم. مواظب خودت باش. لبيك اللهم لبيك